همزمان با 24 اسد روز فتح کشور در بدخشان محفلی با شکوهی برای گرامی داشت از این روز برگزار شد. شماری از مسئولانی که در این برنامه اشتراک کردند گفتند که برای نخستین بار افغانستان به استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رسیده است. 4 سال حکومتداری بدون چالش و با دستاوردهای مهم گذشته است. در بین 4 سال گذشته در افغانستان عزیز ما و شما وضعیت حکومتداری را بسیار به یک وضع احسن پیش برده است. در بخش حکومتداری، در بخش معاشات، مصارف، ساخت و ساز، بخش انکشاف ها، بخش تعلیم، بخش صحت و غیره و غیره. استقلال در افغانستان تنها یک روزی در تقویم یا در تاریخ نیست، بلکه یادآوری از جهاد و ایستادگی مردم افغانستان است. یادآوری از شهدا و از شهدای گمنام است که جانهای شیرین خویش را و سینه‌های خود را سپر توپ و تانگ دشمنان کردند تا به دشمن متجاوز بفهمانند که این ملت و این خطه تحمل اسارت را ندارد. به گفته برگزار کنندگان، انگیزه مجاهدین برای فتح کشور 4 سال پیش از سنگرهای داغ بدخشان آغاز شد. آنان تاکید کردند که مردم باید در کنار حکومت بیستند تا دست کشورهایی که امنیت و آرامش افغانستان را برهم میزند قطع شود. وقتی که از کوههای پامیر و دره‌های سرسبز بدخشان سنگرهای مجاهدین را دیدند، نظام جمهوریت و اشغالگران پا میدن که این یک صف متحد و یک صف مسلمانان و یک صف مجاهدین است. 24 اسد روزی بود که سالهای سال مردم افغانستان در آرزوی استقلالیت خود بودند و بناهن بر یک استقلالیت بعد از اشغال دور و دراز 20 ساله حریت و استقلالیت خود را به دست آوردند. باز هم بسیار برشان تبریک باشد. 24 اسد روزی است که کشور به دست مجاهدین امارت اسلامی فتح شد. به گفته مسئولان در بدخشان، اشغالگران همراه با طرفدارانشان افغانستان را در حسرت ماندن ترک کردند.